چاره‌بینی با اشتراک سابقه‌داران مطبوعات و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه برگزار شد. معاون رئیس ولایت سوغد بهاءالدین بهادرزاده مطبوعاتیان را از نام رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با عید کسبیشان تبریک گفت. ذکر گردید که با دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای روزنامه‌نگاران کشور شرایط بس و خوبی مهنت و ایجاد فراهم آورده شده است و ژورنالیستان با استفاده از امکانیت‌ها دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت را انعکاس و ترغیب می‌نمایند. روزنامه بخارای شریف خوانندگان خود را با زبان شیوای عامه‌فهم از واقعه‌های جهان، مسائل گوناگون تاریخی، جغرافی، ادبیات و غیرها آگاه می‌کرد و مردم را به معرفت و خودشناسی دعوت می‌کرد. سال روان با تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی 108 سال پر شد و مطبوعات تاجیک بیشتر از یک عصر است که جامعه را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت می‌نماید. بهاءالدین بهادرزاده تاکید کرد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد به محصول ایجاد روزنامه‌نگاران ارج می‌گذارد و برای حل مبرم جامعه از آن استفاده می‌نماید. موصوف اینچنین ابراز داشت که در جهان معاصر سهم واسطه‌های اخبار عامه در تجسم واقعه و رویدادها، حفظ منفعت‌های ملی، ترغیب رسم و آیین‌ها، غایه‌های انسان‌دوستی، تربیت معنوی جامعه و بلند برداشتن معنویات جامعه نقش نظر است دارد. اطلاع داده شد که این زمان در حدود ولایت سوغد 17 تلویزیون، 15 شبکه رادیویی و نزدیک 100 روزنامه و مجله‌ها عمل می‌نمایند. نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری تعداد زیادی تلویزیون و رادیو در ولایت سوغد موجود است که باعث خوشحالی است، زیرا فعالیت پرسنل رسانه‌های الکترونیک امکان می‌دهد که جامعه سریع با اخبار صحیح دسترسی پیدا نماید. الحال در کانال‌های ولایت 17 شبکه تلویزیونی، 15 شبکه رادیویی، بیش از 50 هفته‌نامه، 6 مجله در تقویت فضای اطلاعاتی فعالیت می‌برند. سپس از جانب معاون رئیس ولایت به چند نفر کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و سابقه‌داران مطبوعات سپاسنامه و تحفه‌های پولی رئیس ولایت سپرده شد. در این روز همزمان برنده جایزه ژورنالیستان ولایت سوغد به نام حاجی صادق معین گردید. طور رئیس سازمان ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان الهام جمالیان در حضور اشتراکداران چاره‌بینی اطلاع داد جایزه سازمان ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان 2020 نصیب طاهر اسکندرزاده و ماهره رحیمова گردید. در آخر سابقه‌داران مطبوعات و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه برای همکاری ثمرناک با وسایط اخبار عامه به رهبری ولایت اظهار سپاس نمودند. گزارش پروین احرار و ناجرین نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز. همچنین در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند مجلس تنتنوی بخشیده به روز مطبوعات تاجیک دایر گردید. معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده تبریکات شهرداری خوجند را به افتخار روز مطبوعات تاجیک به سمع اشتراکیان رسانید که در آن از جمله آمده است مطبوعات و وسایط اخبار عامه جزء اساسی معنویات محسوب می شود و چون بیانگری افکار عموم، واقع‌نگاری در پیشبرد حیات جامعه، تربیت معنوی انسان‌ها همیشه خدمت میکند. همچنین تاکید گردید که تجلیل روز مطبوعات تاجیک و در این زمینه رو آوردن به تاریخ مطبوعات این قبل از همه اعتراف قدر سخن چون نیروی بزرگ هدایت کننده مردم، صداقت به کار و عنعنه‌های پایه‌گذاران مطبوعات تاجیک است. وسایط اخبار عامه جزء ترکیبی روزگار ماست و سخن سازنده همیشه همراه و همقدم ما خواهد بود. علاوه گردید در ادامه چاره‌بینی سپس رئیس بخش سوغدی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان الهام جمالیان نیز قلمکشان را با عید کسبیشان تبریک و تهنیت نموده اظهار امیدواری کرد که همگان قلم سبز خویش را بهر رشد و آبادی سرزمین اجدادی استفاده خواهند نمود. سپس به یک قطار روزنامه‌نگاران فعال سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند تقدیم گردید.